کار نومان یکم خوش بگذرونیم بزن بریم آشپزی کنیم تیوی رو روشن کن کانال ما رو پیدا کن ما میایم خونتون تو یخچال چی داری همه رو زود آماده کن آشپزی با کار نومان yes 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 آشپزی با کار نومان yes 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 کارن بچه ها اومدن بچه ها دارن نگاه میکنن بیا بچه ها سلام بچه ها به برنامه آشپزی با کارن و مامان خوش اومدین خب میری باغ بازی میکنیم قبلش به بچه ها یاد بدیم که چجوری ژله بستنی درست کنن مگه نه ما امروز میخوان ژله بستنی درست کنیم با ما همراه باشیم چجوری؟ آره خیلی تو اسکیلا قشنگه ها قشنگ دلیلی مدل ماه من چی میاد این مدلی قبل از اینکه شروع کنیم ما همیشه یادمون میره که به شما یادآوری کنیم که شما یادتون نره که ما رو لایک کنید برای همین ما این چله من گنده چله تو کوچیک آره ویترین خراب شد آره ما همیشه یادمون میره که به شما یادآوری کنیم که شما یادتون نره که ما رو لایک کنیم برای همین این سری اول ویدیو تا یادمون نرفته میخوایم به شما یادآوری کنیم که ویدیوی ما رو لایک کنین برامون حتما کامنت بذارید حتی اگه انتقادی دارین نسبت به برنامه ما حتما برامون بنویسین من میام همین بلند بچه‌ها بگو من نه قشنگ نیست من قشنگ بگو بچه‌ها منو لایک کن آره کارنو لایک نرمه سرده نرمه دیگه چی بستنی دیگه چی میخوان ژله میخوان من ژله آره دیدی ژله رو دیدی ژله دراژه ژله چیه کار ژله چیه ژله منه ژله توئه ولی ژله چه طعمیه ژله آلوویرا بله ما ژله آلوویرا خیلی احتیاج داریم ژله آلوویرا 2 بسته احتیاج داریم چیه ژله سما ساده نیست بچه ژله آلوویرا 2 بسته ژله تمر طالبیه که برند هاتیکارا من نمیدونم هاتیکارا چیه کارا همینجوری رفتم فروشخانه شاید میشن که معرفش کنم نمیدونم چیه کارا شاید امیدوارم که خوشمزه باشه خیلی مو درست کردی من همیشه توی ژله ها موز اصلا ژله بدون موز معنایی نداره من نمیدونم چرا آره اینه که موز آره با من سردم امروز خیلی روز سردیه و اینکه اینجا خیلی باد میاد و ما اصلا نمیتونیم بریم بیرون چون خیلی سرده ولی دقیقاً یه انقدر برف که بچه من برف میکنه آره نام به من بخیر خیلی نیست بزن ما در نهایت میخوایم ژله‌مون رو بریزیم توی این ظرفا چند رنگش کنیم و این ظرفا من تو اینا خیلی دوست دارم مخصوصا برای روی میز اینا قشنگ‌تره ولی برای مثلا سلف سرویس اونا بهتره حالا دوتاش هم میخوایم بریم سوسیس هم درست میکنیم مثلا برنامه بعد سوسیس درست میکنیم آره خب پس ژله انگور رو هم که فرمنده دیگه خب من برم آب جوش رو بذارم که شروع کنیم به کار جا مامان قربونت برم این خوبه خب من میرم آب جوش رو میذارم و میام کارن رفت ما با هم دیگه ژله درست میکنیم کارن ما رو ترک کرد تو هم هستی؟ من هستم خب بیا من هستم بابا کارن بیا بچه ها همه با هم دیگه بگین کارن بیا قلب منه ها این قلب منه میوه بهشتیه خدا اونو به من جایزه داده چون که من دختر خوبی بودم من دختر خوبی بودم خدا به من جایزه داده این روشه باید به اندازه مثلا 1 سانت بابا من قوی ترم آره تو خیلی قوی تری به اندازه 1 سانت باید اولش ژله آلوویرا بعد موز بریزیم بعد دیگه حالا اون ژله بستنیه و این ژله تمرار چرا این کارو می‌کنید که مثلا موز رو می‌ذاریم رو ژله اگه داخل مواد ژله نباشه توی یخچال بذاریم موز سیاه میشه یه میچلسه در این بخاطر اینکه روش باید یه دونه کاور ژله حالا برای اینکه اون کاوره
یه روکش شیشه‌ای مانند باشه که میوه ما قشنگ خوش نشون بده و خوشگل‌تر باشه. از ژله آلوورا که حالت شیشه‌ای داره استفاده کنید که روی ژلمون خوشگل‌تر بشه. کتری جونش در با دندون من با دندون ژله رو باز کردم. نگاه چه شکلی، چه دودی کرد. ژله دود کرد. آره ژله دود کرد. نه اینو باید با آبجوش قاطی کنیم بعد بریزیم اون تو. آره منتظریم کتری جوش نمیدونم آبجوش میاد بریزیمش این دود. برای دستتو حالا بکن دهنت ببین چه مزه‌ایه. دوست داشتی؟ خب جوش اومد. حالا یه لیوان آبجوش بریزیم. کتری میذارم اینجا. یه لیوان آبجوش رو میریزیم یه ژله. نه اینو کارن از بچگی همه کارشو با دست چپن. حالا من نمیدونم چپ دسته علاقه داره به دست چپش. نه داغه خیلی داره. خوبه. مامان جون با این دستت اینو بگیر. اینو اینجوری قشنگ هم بزن. من عاشق ژله اردیم. برای همین میخوام که اول ژله اردیم. چی شد سوختی با؟ سوختم. خدا بچه مامانه؟ اشکال نداره بابا تجربه به دست میاری. تجربه به دست میاری داغ و سرد رو میفهمی دندون. آره. که باید مواظبت کنی از خودت مامان. من شاید یه روزی نباشه. زندگی دیگه. باید تو بلد باشی از خودت مواظبت. خب باید به دستت اینجا تو بگیری چنگال از ته. چنگال از ته. آره. آره چنگال از ته. اینجا رو میگردار. آره ژله انگور رو ریختم. حالا یه لیوان آب جوش ظرف کنه. یه لیوان آب جوش به ژله انگور رو میزنیم. من چنگال بزن دارم. دیختی خیلی خوب. سب دیختم. ببین مال من سیاهه کاره. من سبزه. برای تو سبزه. برای من سیاهه. سیاه. آره. سبزه. حالا ما اینا حسابی هم. ببین من چه تون هم میزنم. من تون هم بزنم. باید بلشی وایسیم ترسم رو بریزه تو صورت. نه این دست توی مامان. این دست من. بله زرده کاره زرد. چقدر بوی خوبی میده. خیلی بوشه دوست دارم. خیلی بوش خوبه. من یه عادتی که دارم هر چیزی که میخوام بخورم بو. چون که بعضی از خوراکی‌ها بوهاشون خیلی خوبه. یعنی اصلا یه حس خوبی به وارد میده. برای همین من استفاده میکنم از این فرصتی که دارم تا زمانی که زندم از هر چیزی که خوشبو باشه تو رو دیگه میکنم شکل. کارم بو کنیم؟ نه. بو کنیم. چی بوی خوبی میده نه مامایی؟ ای بوی مامان من مال تو رو بکنم. خیلی خوشبوه. مال تو عالیه. عالیه. مامان نه اینجوریه. آره. خب اندازه یه ملاقه تو هر کدوم ژله می‌ریزیم. کارم بریزه. نصفش هم بود میزخون. خیلی خب این عالی شد کارم. حالا تو این یکی بریزیم. چون قشنگ ژله می‌ریزی. صبر کنیم که ژله آلوورامون سرد بشه. بعد بستنی رو بهش اضافه یه بسته ژله 3 قاشق بستنی احتیاج جان مامان. مامان بذار موضوع نمیبری بذاریم بشه. خیلی خوب. کارن موضوع خاچی پاچی بکن. نه بازم خاچی کن. بازم خاچی احتیاج داریم. چی بغل
لیوامونو بعد از اینکه کلی غیر دادیم میذاریم کنار. ببین دیگه مامان جلو من خودم. اگه عجله دارید میتونید بذارید توی فریزر که زودتر ببنده. اگر هم نه دوست دارین خیلی مثلا با تایم زیاد آشپزی کنید میتونید بذارید توی یخچال. فرصت اگه زیاد داره. چون ما میخوایم تون این کار انجام بدیم. و زودتر خلاص بشیم. یه بحرانی که خودمون درست کردیم. برای همین من از فریزر استفاده کنم. بابا میگفتی خب خوب عالیه. ژله 3 قاشق بستنی زبونی یا به عبارتی یه دونه از این کاسه یا میگیریم بستنی وانیلی کاسه یا یه دونه از اونها یا انقدر بس نه باید قاطی کنیم. بودو بفرمایید اینو قاطی کنیم. داریم ژله بستنی درست می‌کنیم. کار بستنی شکلات اون وقت خونه خودمون. بیا اینو قاطی کن. بیا اینو قاطی کن. ما بستنی و ژله رو با هم دیگه اینطوری قاطی می‌کنیم. خوبه. اینو باید انقدر اینطوری هم بزنیم و له کنیم که یه دست بشه. خوبه. بیا. نه نباید پر کنیم. کف ظرفامون رو ژله بستنی میریزیم میذاریم خنک بشه. کاملا باید ببنده، یعنی اصلا شلوغی داره نباید بشه، باید کاملا ببنده. بعد میخوایم ژله انگور بریزیم. میذاری دیگه بریز. خب الان میخوایم ژله طالبی رو درست کنیم. یه لیوان آب جوش، یه بسته ژله طالبی. یاره بابا کارم بوی چی میده؟ بوی آداس طالبی زیاد داشت میکنم. میگه بوی آداس نه بوی طالبی میده. آداسه این آداسه نه این ژله این ژله نیست. این آداسه این ژله چقدر باد میاد. اگه بچه خوبی بودیم ما رو لایک کردین شاید براتون لایک کنه. این همه زحمت کاری کلا با بود میشه. میاد این ویدیوها رو میبینیم و ریشه داریم کار داریم. برو لایک کن. چون نشستی برو لایک کنی. اینم حل شد. میذاریم خنک شه بریم. به چی میخوری؟ خوبه؟ خوشمزه است؟ منم هم کنم؟ آره خیلی خوب بود. خوبه مامان؟ من پسندیدم. تو پسندیدی؟ آره بپسندم. خب بریم ببینیم که ژله هامون خنک شدن که لایه های بعدی رو بگیریم شد. من برو لایک کن کامنت. سابسکرایب که نمی‌کنی. اون دل بخواهی. آقا بگیرم. اینجا خیلی برق میره برای همین کاره رفته یه چراغ گرفته که وقتی برق میره روشن کنه با تاریکی. خب ما ژله انگور رو ریختیم توی جامه. یعنی یه لایه ژله بستنی سفید، یه لایه هم ژله انگور. دوباره میذاریم این میبنده کاملا. بعد یه لایه ژله بستنی رو میریزیم روش. بعد ژله طالبی همینجوری لایه میزنیم و حالا میتونین رنگی رنگیش کنین با طعمای مختلف. بعد لایه آخرم که حالا موز و هر چی که دلمون بخواد رو میزنیم. بریم اون رو بزنیم که این هم منه، این هم توه. نه هم من نیست. با کدوم هم همته؟
کارم پسندیدی؟ نه چرا نپسندیدی؟ اما چرا؟ تو سیری؟